سلام به همگی. این که میگن کفگیر خامنه به ته دیگ خورده، به نظر بنده درست نیست. بابا ته دیگ رو هم رد کرده، سوراخ کرده رفته پایین. جان موشکاف ببینید کار آخونده به کجا کشیده که بعد این همه سال دوباره رفتن تو کار تبلیغات. اونم چی؟ اونم برای فرستادن بچه ها به جبهه سوریه. اگر که حرمت این بارگه شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چنان زنم به پیکر قاسب شام را که بنده وجودش ز هم گسسته شود. حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم. بله دیگه، وقتی پاسدارای کله گنده تو سوریه میترکن و حزب و شیطان به ریزش میفته و ذخیره بسیجی های وارداتی از افغانستان و پاکستان ته میکشه و ارتش تحت امر هم تو گل گیر میکنه، اون وقته که عظما به فکر شیبه های جنگ 8 ساله میفته و میره تو کار کلید بهشت و اعزام دانش آموز به سوریه. حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی مانع از پیشرفت کارهای اوناست. اینم یکی از عرصه‌های دعوا و اختلاف و یکی دیگه از عرصه‌ها مسئله فلسطین، یکی از عرصه‌ها مسئله مقاومته. اینی که ملاحظه کردید متعلق به روزه خامنه برای به اصطلاح دانش آموزان بسیجی بود. دیگر نکرد حرفی از سوریه بزنه، اما داستان فلسطین و موضوع به اصطلاح مقاومت و مالون به هم و همچی سربسته به مخاطبانش فهموند که اوضاع خطریه و باید یه فکری بکنن. اونی که من عرض میکنم اولا برای صرف همین اوراقی که تو این کتاب هست نشه. بله، اینجام که دیگه پرده ها رو کنار زد و همچین رک و پوسکنده گفت که اینقدر سر بچه ها رو تو کتاب نکنید، بچه ها باید برن برای کارهای انقلابی. حالا این یعنی چی؟ یعنی کشت و کشتار تو سوریه، یعنی دفاع از بشار گردن دراز. دوستان حالا متوجه عرض بنده شدید؟ دیدید واسه چی گفتم کفگیر آخونده از ته دیگم رد شده؟ حالا باید منتظر موند و دید الاغ خامنه تو گل سوریه به چه سرنوشتی توچار میشه. زد زیاد.